دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر عباس مرکز استان هرمزگان در حال برگزاری است. یادی می‌کنیم از همه دلیرمردان عاشق و شهیدان سرافراز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهید ناو سروان غلام عباس عفیفه، شهید ناوی یکم علی اصغر درستکار، شهید دریادار نصرالله عزیزی، شهید ناو سروان علی کهوری نژاد، شهید ناو سروان حسن رونده و شهید دریادار محمد ابراهیم همتی و شهید ناو سروان حمید قهرمانی و دهها شهید و صدها شهید سرافراز دیگر که در حراست و حفاظت و پاسداری از آبها و مرزهای دریایی کشور عزیزمان ایران عاشقانه بر قلب دشمن تاختند و این آرامش و امنیت را به همه ما هدیه دادند. یاد و خاطره همه شهیدان سرافراز را گرامی می‌داریم. ارائه رهنمود توسط فرماندهی محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرلشکر صالحی